از اونجایی که امروز روز دختر و دختر منم عاشق کیک شکلاتیه، تصمیم گرفتم کیک شکلاتی بپزم. آموزشش رو برای شما هم ضبط کنم تا برای دختری قشنگتون بپزید. سلام، به افسانه پز خوش اومدی. این کیک نه فر میخواد نه همزن. تخم مرغ ها رو بشکنید و وانیل رو اضافه و مخلوط کنید تا تخم مرغ ها از لختگی در بیاد و کرم رنگ بشه. شکر، شیر و روغن رو اضافه و مخلوط کنید. بیکینگ پودر رو اضافه کنید. آرد رو الک کرده و مخلوط کنید. پودر کاکائو رو با روغن مخلوط کنید و به مایع کیک اضافه کنید. این کار باعث میشه کیکمون سنگین نشه و رنگ قشنگتری هم داشته باشه. کف و دیواره های قابلمه رو چرب کنید و کاغذ روغنی بذارید. مایع کیک رو به قابلمه انتقال بدید. سرش رو دمکنی بذارید. شعله پخش کن رو روی گاز بذارید تا داغ بشه.